نمیدونم تا حالا شده برید کاشان یا نه، اما اگر نرفتید قطعا یک سفر 1 هفته حداقل برای کاشان برنامه‌ریزی کنید. خب ببینید، اولین چیزی که بهتون بگم، اسم من اصل هستش، این اول ویدیو یوتیوب منه و ایده یوتیوبم با همین سفر کاشان به ذهن من خورد. حالا بهتون بگم که قضیه چیه. من برای مدت 3 روز رفتم کاشان و چه جوری 3 روز؟ نه این 3 روز عادی که مثلا حالا امشب برسیم و فردا بریم گردش، نه. صبح ساعت 7 صبح ما راه افتادیم، 11 رسیدیم، با ماشین رفتیم و به محض اینکه رسیدیم وسایل رو گذاشتیم و سریع رفتیم برای گردش توی کاشان. و اینکه بچه‌ها یه چیزی رو مطمئن باشید، 3 روز برای سفر به کاشان بسیار کمه. کاشان هر قدمی که شما برمی‌دارید یک جاذبه دیدنی داره. پس 100% بیشتر از 3 روز حداقل 1 هفته برنامه‌ریزی بکنید، بتونید با آرامش به همه مکان‌های دیدنی برسید اگر که به تاریخ علاقه دارید. حالا خدمتتون عرض کنم که شانس ما زد، یه روز تعطیلی برای ما افتاد و خورد به تعطیلی و این اماکن گردشگریش بسته بود و خب ما مجبور شدیم که مثلا به جای اینکه بریم جای تاریخی، یعنی قصد ما این بود که بریم کاشان به خاطر دیدن جای تاریخی، اما خب این اتفاق که پیش اومد دیگه مجبور شدیم بریم کافه و رستوران که اگه خواستیم کافه و رستوران بهتون معرفی میکنم اونجا که فوق‌العاده خوب بودن، محیط خوب، رسیدگی خوب، جنس خوب، قیمت‌های فوق‌العاده. کاشان قیمت‌هاش عالی بود، یعنی شما اگر که میرید یه رستوران توی تهران و یا 2 تا غذا میخورید و نمیدونم یه قلیونی میکشید و این حرفا میشه مثلا نزدیک 2 میلیون تومان، توی کاشان همون براتون در میاد 900-800 تومان. خب حالا بهتون بگم که خب ویدیو امروز راجع به شهر اویی توی نوشاباد کاشان هستش. به ما همون روز اول که رسیدیم حالا رفتیم باغ فیلم، حمام فیلم، اینا رو دیدن کردیم. اگر که خواستید از اونها هم ویدیو میذارم براتون. همه اینا رو دیدن کردیم، جاذبه گردشگری شد و همون روز اول موفق شدیم که یه کافه خوشگل و خوب بریم. خدمتتون عرض کنم که شبش هم اگه اشتباه نکنم، شبش دقیق یادم نمیاد کجا رفتیم ولی ویدیوهاشو براتون میذارم. فرداش خوردیم به تعطیلات، نتونستیم جایی بریم، برای همین متوجه شدیم که قبر سهراب سپهری که حدوداً 70 دقیقه با شهر کاشان فاصله داشت، یعنی شما 110 دقیقه باید تو راه میبودید، قبر سهراب سپهری باز هستش، توی امامزاده ای هم هستش دیگه. راه افتادیم سمت قبر سهراب سپهری و حالا بماند که سهراب سپهری بدبخت و چجوری اونجا اصلا افتضاح بود دیگه. بعد اگر خواستید ویدیوهای اونم براتون میذارم. خلاصه دیگه روز دوم با کافه گذری و اینا به خیر شد، ختم به خیر شد روز سوم و روز آخری که ما اونجا بودیم. صبح اتاق به محض اینکه تحویل دادیم شروع کردیم گردش، رفتیم خانه بروجردی، خانه طباطبایی، خانه بروجردی ها، خانه عباسی ها رو. من متاسفانه وقتی نرسید که ببینم، برای همین میگم حتما توی برنامه‌ریزی سفرتون قطعاً بذارید مثلا برای 5 روز 6 روز برید کاشان. نرسیدیم متاسفانه ما اونجا رو بریم، فقط تونستیم حمام محمد حسین خان اگه اشتباه نکنم رو بریم ببینید که باز اونو براتون میذارم. بعد یه چیزی هم بهتون بگم، کاشان واسه دوره صفوی و قاجاریه و پهلوی فوق‌العاده است که حتی میرید داخل کاشان مثلا میتونید قبل‌تر از اون رو ببینید دیگه. یه چیز دیگه که فراموش کردم بهتون بگم، ما روز اول بعد از حمام فین رفتیم تپه‌های سیلک که حالا متاسفانه تپه‌های سیلک ما تو لیدر نداشتیم. حالا توی سفر به همدان بهتون توضیح میدم. تو لیدر نداشتیم و خب یه سه داستان‌های خاصی داشتیم. تپه‌های سیلک که مربوط به اگه اشتباه نکنم 7000 سال پیش بود، چیزایی که پیدا شده بود اونجا و قدیمی ترین شهر دنیا بود دیگه اونجا. و تپه‌های سیلک هم خیلی باحال بود، خیلی جذاب. خلاصه ما روزی که آخری که شد چند تا جا رو تونستیم با هزار بدبختی بگردیم، یعنی شما برای هر جا حداقل مجبورید نیم ساعت یا ساعت وقت بذارید و خب تایمتون میره. هتل هم ما باید ساعت 12 تحویل میدیم. یه چیز دیگه هم بهتون بگم، توی کاشان اکثر هتل ها بومگردی هستند.
اوکی. و این بومگردی ها خیلی باحالن، خیلی باحالن. من تو زندگیم تا حالا بومگردی نرفته بودم، تا اینکه تو کاشان رفتم. خیلی باحالن، مثلا اگر که بتونید بومگردی خوبی رو پیدا بکنید. سه بومگردی ها واقعا حالا کاری ندارم. خلاصه روز آخر که شد و ویدیو امروز هم راجع به همون هستش. روز آخر که شد ما تصمیم گرفتیم که بریم به سمت نوشاباد که به سمت تهران راه برگشتمون هم همون ولی بودش. بریم به سمت نوشاباد و بریم سراغ شهر زیرزمینی اویی. ببینید شهر زیرزمینی اویی خب خودش تو لیدر داشت، شلو در وای میستاد. شما به صورت گروه میرفتید داخل و اونجا شما رو میبردن و بهتون کامل توضیح میدادن و شهر بهتون نشون میدادن. واقعا هم یک شهر بود زیر زمین و جالبیش این بود. حالا ویدیوهاشو براتون میذارم بعدن. و فقط یه توضیحات کلی بهتون بدم. اینکه اول اینکه شما که وقتی میرید توی نوشاباد تابلو داره شهر زیرزمینی 1 و شهر زیرزمینی 2. ما تصمیم گرفتیم که دوشو بریم و واقعا نمیدونستیم تفاوتشون چی میتونه باشه. گفتیم همشون یه جان دیگه، همشون یه چیز. خلاصه ما رفتیم شهر زیرزمینی 2. اونجا که میرید یه حالت کوچه طوره، بعد یک بازار. وقتی که وارد اون کوچه میشید دست راستتون یه تابلو بزرگ زده شهر زیرزمینی اویی که من براتون ویدیوشو میذارم. خب حالا که ویدیوشو دیدید، اون طبقاتی که میرید پایین حدود 40-50 تا پله است. اونی که میرید پایین تو لیدر جلوی در منتظر شماست، به شما میگه که برید توی این محوطه که حالا بهتون میگم این محوطه چیه و ویدیوش هم میذارم. برید داخل اینجا و منتظر بمونید تا گروهتون تکمیل بشه و من بردارم شما رو ببرم داخل شهر گشت و گذار بدم. و داخل شهر هم به این صورت بودش که شما میرفتین زیر زمین و وقتی میخواستید از اون شهر خارج بشید در یه مسیر دیگه از اون یکی کوچه خارج میشید که حالا بهتون میگم قضیه‌اش چیه. و توی فیلم ها کاملا توضیحات اون خانم و تو لیدرم هستش. خلاصه من راهنمایی کردم به یه جای خیلی بزرگی که من نمیدونستم اونجا چیه، مثلا به چه شکل هستش، اصلا برای چیه. من گفتم اینم جزء شهر زیرزمینیه دیگه. که خانم تو لیدر اومدن شروع کردن توضیح دادن که من از توضیحاتشون فیلم گرفتم، اما به طور کلی بهتون بگم که اونجا یه جایی بوده که ازش آب میخوردن. خانم تولیدر، حالا من براتون فیلماشو گذاشتم دیگه. خانم تولیدر اومد شروع کرد توضیح دادن. من اولش متاسفانه فیلم نگرفتم، توضیحات اولشو نداریم، اما بهتون بگم که اونجا یک آب انبار بود و خانم تولیدر داشت توضیح میداد. حالا من نمیدونم تولیدرشه، داشت توضیح میداد که آره این به این صورت اینجوری کار میکرده که همشو اینجا توضیح داده. بعد یه چند زلی هست به خاطر که فشار آب در این چند زلی‌ها تقسیم بشه، پشت 2 تا لولم فلز نیم دایره بوده باعث می‌شده فشار آب تنظیم بشه. سقف آب انبار 2 جدار است، سقف پله ها هم 2 جدار است. از این نقطه مشخصه نیم فاصله بین 2 تا سقف. وقتی که سطح آب از سفره برداشت آب میاد پایین‌تر، از بیرون متوجه میشن آب انبار خالیه. سوال برای آب انبار دارید بپرسید. من یه چیزی فراموش کردم ضبط کنم، اونم اینه که اینجا دیگه خانم راهنما شروع کرد به توضیح دادن شهر زیرزمین. راجع به آب انباری توضیح کلی بهتون بدم. جنسش از سفیده تخم مرغ بود، شاید باورتون نشه، و یه سری ترکیبات دیگه که اینجور ترکیبات وقتی بهشون آب میرسه دیوارا محکم‌تر میشن به جای اینکه دیوارا بریزن. فوق العاده آب انبار، خیلی اصلا با پیشرفته ترین تکنولوژی‌ها. وقتی که آب انبار خالی میشد اینا یه لوله‌ای داشتن پایین آب انبار، وقتی دیگه از اون لوله اون پایین آب خارج نمی‌شد اینا می‌فهمیدن آب انبار خالیه. اما وقتی آبو شروع می‌کردن پر کردن توش، یه لوله‌ای داشتن بالای آب انبار، وقتی از اونجا سرریز میشد
دیگه اونو میبستن، آب و راهشو میبستن که دیگه آب انبار بیشتر از این پر نشه، که خانم راهنما اینا رو توضیح داد و بعدش شروع کرد به توضیح دادن راجع به شهر زیرزمینی که اینا توضیحات شهر زیرزمینی. امان نداره، دو مجموعه جدای هستن، اینجا 250 اونجا 1500. اواخر ساسانی اوایل اسلام. اون زمان به ایران زیاد حمله میشه، به نوشاباد زیاد حمله میشه، چون در مسیر جاده ابریشم بوده. مردمان نوشاباد کشاورز بودن، جنگجو نبودن، کوه و جنگل نبوده پنهان بشن، در عوض چاهکنای خوبی بودن و امتیاز نوشاباد خاکشه، خاک روسیلیس آهن. تصمیم میگیرن زیر خونه ها رو خالی کنن. 4 کیلومتر مربع 3 طبقه به حالت زیگزاگی میان پایین. منفی 4 متر تا 6 متر، منفی 2 هم سطح نابهار 12 تا 14 متر، منفی 3 18 تا 23 متر از سطح زمین میره پایین تر. وقتی که دشمن میاد، اهالی از طریق چاه‌های مخفی که داخل استبل خونه‌ها، قلعه‌ها، از طریق همون چاه میرن اون پایین پنهان میشن. دشمن که میره از چاه میرن بالا زندگی میکنن. ما نمیتونیم شما رو از راه اصلی و چاه ببریم، از پله‌های آب انبار استفاده کردیم و کانال الحاقی که بتونیم از پله و از راه یه تیکه کوچیک از منفی 2 پناهگاه که همسط این آب انباره باز کنیم. حالا که توضیحات این خانم رو شنیدید، بعد از اینکه این توضیحات خیلی خفن رو به ما گفتن و من کاملا اینجوری بودم، گفتم که دیگه بیشتر از این چی میتونه باشه، که گفتن آماده شید لطفاً و راه بیافتید پشت سر من. پشت سرشون راه افتادیم. البته ببخشید به خاطر کیفیت بعد صداشون، چون اونجا صدا هی پخش میشد، هی برمیگشت، انعکاس داشت، یه کوچولو صدا بد میشد. ما راه افتادیم دنبال ایشون و باورتون نمیشه ما واقعا رفتیم زیر زمین. این شهر زیر زمینی 3 طبقه بود، 3 طبقه زیر زمین بود. اصلا خب قبلش یه چیزی رو بهتون توضیح بدم قبل از اینکه شهر رو براتون بذارم. اونم اینه که توی شهر کاشان یه غاری هست به اسم غار رئیس که باز فیلماش اگه خواستین براتون میذارم. این غار رئیس خیلی غار تنگ و کوچیکی بوده و قبلا برای اینکه بخوان توش اسلحه ها اینا نگهداری بکنن ازش استفاده میکردن. حالا این غاره به چه صورت بوده؟ ببینید شما اگر بخواید برید از این غار بازدید بکنید، من خودم جو زده شدم گفتم نه بریم غار، بریم غار، کاملا باید خم را برید. اصلا سقفش انقدر نیست که شما بتونید وایسید. اگر فوبیا از فضای بسته دارید اصلا سمت این غار نرید. به شدت فضاش تنگ و خفه است. 1 نفر بیشتر نمیتونید حرکت کنید، 2 نفر از یه راه نمیتونن رد بشن. یه جاهایی که غار یکم سقفش بلندتره میتونید وایسید استراحت بکنید. حالا من وارد شهر زیرزمینی که شدم اول استرس گرفتم وای نکنه مثل اون غاره باشه، ما کلی دردسر کشیدیم، واقعا دردسر بود غار رئیس، ولی دیدم نه خیلی باحال‌تره. خب توی این غار ما به هر قسمتی که میرسیدیم اون خانم شروع کرد توضیح دادن به ما و اینکه اینجا چی بوده، چه شکلی بوده. تمام توضیحاتش فیلم گرفتم براتونم الان میذارم. به این صورت بوده دیگه. خلاصه من خودم توضیح اضافه دیگه نمیدم، برید این فیلم‌ها رو ببینید، توضیحات این خانم رو ببینید. البته ببخشید اگه کیفیت بده، صدا بده، شاید سخت بود برای فیلم گرفتن، اما خیلی جای باحالی بود دیگه. حتما شهر زیرزمینی رو نمیدونم ما چرا گیر قارمار میافتیم. این چیه؟ چقدر ورودی اینجاست. اتاق اسکان ما اینجا کنار دیوارها یه کم بمونید، یه توضیح بدم. کانال اول که اومدید داخل الحاقی بود، پیشینه تاریخی نداره. کانال اولیه یه پله میخورد اومدید اتاق چاه. کانال قبل از چاه الحاقی بود، پیشینه تاریخی نداره. بچهای میراث زدن متصلش کردن به اون اتاقی که چاه داخلشه. از اتاقی که چاه داخلشه به بعد قدمت اواخر ساسانی اوایل اسلام پناهگاه بوده برای جنگ عراق. وقتی که دشمن میاد اهالی از طریق چاه‌های مخفی میان اینجا پنهان میشن. حلقه چاهی که اونجاست الان ما منفی 2، خب 12 تا 14 متر زیر زمین. خب
حلقه چایی که اونجا هست 6 متر میره پایین -3، یه راهی را به حالت نیمخیز افقی میری جلو، از چاه میری بالا خونه، یعنی از خونهشون میرفتن -3 افقی جلو، از چاه میومدن بالا -2 پناه میگرفتن، از چاه میری بالا -1 پناه میگیری. ورودی از پایین به بالاست، جای پا و تناب. دیگه اتاق خاصی که اون طرف یه اتاق بزرگتر هست. نسبت به اون یکی فرق داره. نه گرمتر هواش به خاطر چاه هاست. براتون توضیح میدم. آره. اتاق کوچیکه سر راهتون داخلش یک چاه بود. سرویس بهداشتی پناهگاه بوده. تا پایین بودن استفاده میکردن، خاکستر رو آهک میزدن ضد عفونی بشه. وقتی هم میرفتن بالا تخلیه میشده خالی باشه. دفعه بعد که میان پناهگاه اتاقها بوده، اسکان موقت، حفره داخل دیوارها، جای چراغ‌های پیه سوزه. پی حیوانی رو حرارت میدادن با نمک آغشته، اینجا روشن میکردن. نمک باعث میشه دود نکنه، زمانه بیشتر روشن باشه، هوای کمتره بگیره. الان 12 تا 14 متر زیر زمینید، هوا رو حس میکنید از چاه ها میاد. تمام چاه یومانن هوای پرفشار به هوای کم فشار. جنس خاک نوشاباد خاک رس، رطوبت به خاطر خونه‌های بالاست، زندگی میکنن. خاصیت خاک رس آب رو به خودش جذب میکنه، چسبندگی و استحکام بیشتری میگیره. اینکه سقف‌ها کوتاهی، کانالا باریکه، اون زمان قدها بلندتر از الان بوده. سیستم دفاعی اول اینکه هرچی کانال باریکتر استقامت سقفشون بیشتر میشده. از قصد سقف‌ها رو کوتاه گرفتن، کانالا باریک که اگر دشمن اینجا رو پیدا کنه نتونن همه هجوم بیارن، سلاح بیارن، تک تک بیان راهشون کند بشه، اینا وقت کنن خروجی دیگه خارج بشن. ورودی خروجی بیش از 1000 تا داشتن. بعضی از خروجی ها به کویرای نوشاباد هم میرسه. کانالی که اینجا هست افقی میره جلو، عمود به سطح زمین بازه. اینو 3 تا احتمال میدن. یه احتمال میدن همون هوا جابجا میشده، یه احتمال میدن تله بوده، نور چراغ‌های پیه‌سوز خیلی ضعیف بوده، اندازه‌ای که یه سایه بندازه. روی حفره رو میپوشوندن اگر دشمن اینجا رو پیدا کنه، همینجور که بی هوا میره زیر پاش خالی میشه، میفته پایین، با سنگ خنجر بهش حمله میشده. چون که همون اول یه ته خاکستر اونجا پیدا شد، احتمال میدن نزدیک به دودکش آتیش روشن میکردن، دودکش رو انداختن داخل تنور خونه بالا، دشمن شک نکنه. چرا؟ از زیر زمین گرما میاد بالا. دشمن که به شهر میرسیده تنورا داغ بوده، غذاها روی اجاق بوده، شک میکرده بوی زندگی میاد، هیچ کس نیست. اگر متوجه میشده اینا زیر زمینن، باید بره -3 افقی بیاد جلو، از چاه بیاد بالا برسه به مردم. نگهبانی که بالا سر چاهاست مسلطه، تا میبینه غریب از سنگ و میندازه، راه بسته میشه، باز اینا وقت میکنن برن جاهای دیگه. سوال دارید بپرسید. بچه من یه چیز دیگر رو یادم رفت بهتون توضیح بدم. اگر فوبیای فضای تنگ یا بسته دارید، شهر زیرزمینی براتون مشکل ایجاد نمیکنه. اون غار رئیسه که فوق‌العاده تنگ، اما شهر زیرزمینی میبینید توی فیلم 20-30 نفر بودیم توی اتاق جا میشدیم. توی راه 2 نفر میتونستن عبور کنن. بنابراین اگر فوبیای جای تنگ دارید، میترسید و اینا، اصلا به این چیزا فکر نکنید. جریان هوا اون پایین کاملا عادی و خوبه و مسیر برای رفت آمد کاملا اوکی و خوبه و میتونید بازدید کنید از اینجا به راحتی. انوشیروان ساسانی بوده. اسم نوشاباد انوشاباد بوده. در کتاب تاریخچه قم ثبت شده. یکی از اکاسره ساسانی از اینجا رد میشه، خوش آب و هوا میبینه، چشمه جوشانی و خوشش میاد، یکی از اقامتگاهاش میکنه. به یوم ورود انوشیروان ساسانی اسمش میشه انوشاباد. این ثبت شده در کتاب تاریخچه قم. یه چیز دیگه هم برای نوشاباد میگن که انوشا به معنی زرتشتی. وقتی همه مسلمون میشن، این نوشابادی ها دین زرتشتی خودشون نگه میدارن، روستاها شهرهای اطراف بهشون میگن انوشابادی ها، زرتشتی ها. خب بعد اینکه سوال دارید بپرسید.
خنک و باحاله. یک تا اون ته که میریم وسط راه یه حلقه چاه تقریبا 15 متریه. از روی چاه باید پرید، ولی مثل اونجاست که گفتم احتمال میدیم تله باشه 1.5 متر، ولی اینجا 15 متر خالی میشه. تا ته که میری اتاقاش به حالت گرد ماننده، بعد میره طرف ورودی 1 باید کاوش بشه، 1 کاوش 2 کاوش دیگه 2 تا فصل کاوش بشه و هم متصل میشه. بزرگترین اتاق این مجموعه است 2 تا حلقه چاه. اون چاه میخوره به یه خونه دیگه ارتباطی، اون چاه یه خونه دیگه، یعنی از یه خونه دیگه می اومدن این اتاق، از یه خونه دیگه از این چاه می اومدن این اتاق. داخل این هم چند تا چاه هست به خونه‌های دیگه میخوره. ورودی همیشه از پایین به بالا، از پایین به بالاست. و تمام چاهام یو ماننده، هوا جابجا می‌شده، خودشون هم جابجا می‌شدن. دشمن هم بخواد بیاد باید از این پایین بیاد برسه به مردم. نگهبان بالا سر چاه. بعد دیگه سال 1335 خورشیدی یه سیلی میاد، آخرین سیلی که میاد سیل برزوکی. برزوک یکی از روستاهای کاشانه. کاشان ارتفاعش بالاتر از نوشاباده. سیل میاد باعث میشه شهر بالا خراب بشه، شهر پایین رو رسوبات سیلاب بگیره، راهها مسدود به فراموشی سپرده بشه، تا اینکه سال 83 این ورودی ما از طریق یک چاه پیدا میشه. وقتی پیدا میشه تمام مجموعه رسوبات سیل بوده در کاوشا میره بیرون. چیزایی که اینجا بوده چراغ‌های پیاسو، ظرف‌های سفالی، موزیفین کاشانه. خدمتش از روی سفالا میگن. این که براتون میگم اینجا سرویس بهداشتیه، اینجا تلس، اینا احتمالات نظریات باستان شناساست. تا الان کتیبه از اینجا پیدا نشده. سوال دارید؟ الان من یه سوال دارم، بین این دیواره الان آب هست که اینقدر خیسه؟ بالا خونه‌های مردم زندگی میکنن. این آب، این آبی که میرسن برای این خاک مفیده. به محضی که آب از روش بردارن ترک میخوره میریزه. پس ما الان زیر خونه‌های مردم تمام بالا زندگی میکنن، خونه‌های مردم. فاضلاب روش نیست، خب ولی شاید آب حیات اینا باشه، ولی فاضلاب روش نیست. بعد یادم گفت در ارتفاع زیاده، یعنی ما الان 12 متر. الان ما 12 متر، ما -2 هستیم. بیشترم هست ولی بیشتر -3 هم داریم 18-20 متر، ولی -1 هم 6 متر. -1 که من دیدم مثل این طبقه است. اتاق سرویس بهداشتی چیزی که اون بالا هست. ما این ورودی ما یک تیکه -1 داریم، خب مثل این طبقه است، اتاق و سرویس بهداشتی و اینا، ولی داخل یکی از راهروهاش 70 تا پله میره پایین. عمق 30 متری از سطح زمین میشه. پای پله ها جوی آب، پایاب قنات بوده. چند روزی که پناهگاه بودن میرفتن -1، از پله ها میرفتن پایین، برداشت آبشون بوده. پله‌ای که به جوی آب میخوره میشه پایاب قنات. پله‌ای که مثل آب انبار به شیر آب بخوره میشه آب انبار. پله‌ای که به حوض میخوره میشه حوضخونه. ما حوضخونه چند تا داریم داخل نوشاباد. یکیش عید باز بود، بازدید داشت. پایاب قنات هم ورودی 1 بازدید داره. چند تا داریم که رسوبات سیل داخلشه، احیا نشده. بعد یعنی از ورودی 1 بیان یه مسیر دیگه میره. آره. ما میریم یه محله دیگه است اینجا، یه محله، ولی اون زمان اینجوری نبوده ها. اون زمان متصل بوده به هم. آها، پس اون احتمال داره یه شکل دیگه باشه. ما الان اینجا یه شکل دیگه است. ورودی یکمون شکلش فرق. ببین یه راه رو میره، یه اتاق، یه راه رو، یه اتاق. اونم 12 متر زمین. اونم ولی همه آره 12 متر، 18 متر، 6 متر اینجوریه. و آپارتمانی خالی نیستش. خونه ما و همسایه‌ها 6 متر زیر خونمون خالیه، مثل این طبقه -1. چند تا کوچه اون طرفتر 12 متر، شاید 2 تا کوچه اون طرفتر 18 متر. بعضی خونه ها هیچی، از زیر زمین از چاه به هم متصل، از رو هم به خونه ها میخوره. اینجوریه. بفرمایید. آوردن جلو خطای دید بده که اگر دشمن اینجا رو پیدا کنه، از این تر نگاه کنه، فکر کنه بنبسته، جلو نره، بره جلو، قبل از دیواره داخل تله میفته. درسته؟ بله. چاه اینجا سازنده اینجا مشخصه.
ما الان زیر یه چاه اینجا نشیم اینجا میشسته بعد اینکه این چیه ببخشید؟ الان براتون توضیح میدم. بعد اینجا اگه مثلا بارندگی خیلی شدید باشه اینجا کنده سیل آخرش نیفته. وقتی نوشابادی ها مثلا دیگه نمیدونستن که اینجا مثلا پناهگاه بوده اینا برداشتن مثلا بعضی جاها فاضلاب ریختن، بعضی جا پی خونه میزدن خرابش کردن، گفتن اتاقای قدیمی یکم معماریش به هم خورده، سیل بعضی جاش افتاده. خب چاه بالا سر داخل راهروه چاه محل کشف بود سال 83. صابخونه بالایی بی خبر از اینکه زیر خونه خالیه، داشته چاه فاضلاب میزده به سقف اینجا که میرسه زیر پاش خالی میشه تا این اندازه رسوبات سیل بوده، یه کانال اینجوری پیدا میکنن. 83 این ورودی از اون خونه پیدا میشه، اون بالا حیات خونشه. ادامه مسیر اون گوشه خب یه 150 متر 200 متر میره جلو حیات امامزاده میاد بالا. حالا میگن اینجا قدمت ساسانیان اون زمان امامزاده نبوده، حیات خونه هاشون بوده، بعدا شاید اسلام میشه، شهید میشه، خاک میشه، الان برای ما داخل امامزاده است. خب این چاه 5 متر عمودی میره پایین، یه دست بگیرید چه هوایی 5 متر عمودی میره پایین. اینجا الان منفی 2 خب 15 متر 5 متر میره پایین منفی 3 میرسه. خب 15 متر افقی میری جلو، 11 متر میری بالا، 5 15 11 منفی 1. از منفی 1 یه 2-3 متر میره بالا میرسه کف کوچه ما. کف کوچه نبوده، اینم داخل خونه بوده، برای ما کف کوچه افتاده. اختلاف سطح باعث میشه همچین هوایی بیاد داخل. از داخل کوچه هوا میره منفی 1 منفی 3 منفی 2. حالا هر کی پیر و ضعیفتر هم بوده میتونست از خونه همون 2-3 متر بره پایین منفی 1 پناه بگیره. منفی 1 هم تله های خودشو داشته اگر دشمن برسه. خب همون خطای دیدار داره، چاهایی داره که داخل یه اتاق بزرگاش 7-8 تا چاه‌های عمیق که به قنات میخوره، گمراه کننده است، فقط یه دونش میخوره به پناهگاه. خب هر کی پیر و ضعیفتر بوده میتونسته منفی 1 بمونه، هر کی میخواد بیاد منفی 2 باید از همون منفی 1 بره منفی 3، از 3 بیاد 2. خب 3 راه بوده و هر چی اینجا شلوغ بشه، تنفس زیاد بشه، اکسیژن اتاق کم بشه، هوای این بیشتر میشه، هوای پرفشار به هوای کم فشاره. سنگ در چاه بود، وقتی اینجا پیدا شد اینجا روی چاه بود، دیگر آوردن بالا ساختن پاخور نشه. بعد اینجام که الحاقی پیشینه تاریخی نداره، بچه‌های میراث دادن 4 کیلومتر هیچ در و هیچ پله‌ای وجود نداره، تمام ورودی خروجی ها چاهه. سوال دارید بپرسید. شما رفتید بالا ورودی 1 رو بازدید کنید. ورودی 1 هر سال از عید باز میشه تا آخر خرداد. خب دیگه تا آخر خرداد بازه. اونجا پایاب قنات بازدید داره، آب انبارش و پله هاشو میبینید. بعد با یک کانال الحاقی یک تیکه از این پناهگاه رو میبینید، با یک کانال الحاقی پایاب قنات 800 ساله را بازدید داره اونجا. خب بعد اینکه مسجد جامع نوشاباد رو بازدید کنید، یک مناره کنارش، مناره قدمتش سلجوقیان کتیبه داره، العلم اندلا، اینجا بشنید العلم اندلا تکرار شونده، کتیبه بالاشم نوار بالاشم اسم خلفای راشدینه، قدمتش سلجوقیانه. مسجدم که 1300 سال است.
ایوان شمالیش ایلخانیه، ایوان جنوبیش محراب قاجار داره. خب ما اینجا یه پله تور داریم. من نمیدونم چرا همه جا ما باید قور بریم. خب حالا که این ویدیوهای پر از شگفتی رو دیدید باید یه چند تا چیز بهتون اعلام بکنم. اینکه آخرش اون خانم راهنما به ما گفت ورودی شهر 1 شما رو میبره یه طبقه دیگه از این شهر که دیگه ما تایم نداشتیم، دیگه به شب میخوردیم و بر کار داشتیم و اینا، باید برمیگشتیم، نتونستیم اون طرف رو بریم. اما اون خیلی جالب تر میشد. حتما ما برنامه اینه که دوباره بریم به سمت کاشان و وقتی رفتیم سمت کاشان قطعا باید اون ورودی 1 من حتما ببینم، واقعا دلم میخواد ببینم. و خدمتتون عرض کنم که در نهایت هم یه سری پله ها خود سازمان میراث فرهنگی گردشگری خودشون تأسیس کرده بودن از اون شهر سیرزمینی که میتونستی ازش خارج بشی و به یه کوچه دیگه وارد میشدی و توی اون کوچه قهوه های شنی نوشابادی سرو شد که حالا شاید ما با تعطیل بود متاسفانه ما نتونستیم بخوریم و دیگه برگشتیم. خب در آخر فقط میتونم بهتون بگم که این یکی از تنها جاذبه‌های دیدنی شهر کاشان بود. خیلی خوشگل بود، خیلی دوست داشتنی بود. من به شخص عاشقش شدم. یه چیز دیگه هم بهتون بگم، هوای اون زیر به شدت خنک بود. یعنی خود کاشان، شما فکر کنید تو اردیبهشت تهران خنک بود، کاشان عین مرداد بود هواش. خیلی گرم بود. اما وقتی میرفتی اون زیر به شدت سردت میشد. فوق‌العاده سرد بود. و اینکه چی می‌خواستم بگم یادم. به هر حال من حتما باید دوباره برم کاشان، باید دوباره اون شهر زیرزمین رو برم. کلی جای دیدنی داره که نرفتم، به شما پیشنهاد می‌کنم حتما برید. این بود از ولاگ ما. بقیه ولاگامون آرایشی همدان و حتی اگه خواستید ادامه سفر کاشان مثلا تپه‌های سیلک و باغ فین و خانه طباطبایی و غیره. خوشحال شدم.